سلام به همه شما خوبان. محبوبه هستم. سالها به خاطر کلاهبرداری گلدکویست از پدرم توی فقر زندگی می کردیم. یکی از دوستای پدرم که وضعیت بد زندگی ما را دید به پدرم پیشنهاد سرایداری داد. روز بعدشم پدرم همراه دوستش رفت تا هم محل کارشو ببینه هم قرارداد ببنده. وقتی پدرم برگشت راجع به کار و خونه ازش پرسیدیم. پدرم گفت یه مدرسه قدیمی به اسم مدرسه حاجی دولته و یه حمومم کنارشه که اونم به اسم حموم حاجی دولته. اینا توی یکی از روستاهای بزرگ نزدیک شهرن. کارم هم جوریه که روزا توی مدرسه نظافت میکنم و شبا هم برای مدرسه هم حموم نگهبانی میدم. راستی اینو بگم که خونواده ما خونواده بزرگیه، چون بجز من و داداشم رحیم و پدر و مادرم، رحمت داداش بزرگم و زنش با فهیمه خواهرم و شوهرش با ما زندگی میکردن. واسه همین رحمت از پدرم پرسید خونش اینقدر بزرگه که هممون بتونیم اونجا زندگی کنیم؟ پدرم گفت جریان از این قراره که صاحب حموم که خیلی سال پیش فوت کرده، چون یه آدم خیر بوده، کنار حمومش یه مدرسه میسازه و برای سرایدارم بالای حموم یه خونه درست میکنه. خونه هم چون بالای یه حموم عمومی خیلی بزرگه و چند تا اتاق خواب و حال و پذیرایی داره که هممون میتونیم توش راحت زندگی کنیم. ما که از جریانات واقعی اونجا خبر نداشتیم، با خوشحالی به اون خونه سرایداری اسباب کشی کردیم. وقتی به اون خونه رفتیم تازه متوجه شدیم که صاحب حموم 2 مسیر رفت و آمد برای خونه ساخته، یکی به مدرسه و یکی هم به خیابون. پایین پله هایی که درش طرف خیابون بود یه در دیگه هم گذاشته بودن که به حموم باز می شد. اون در واسه این گذاشته بودن تا سرایدار راحت تر بتونه بره و بیاد. خلاصه رفتیم و تو اون خونه بالای حموم مستقر شدیم. چون اتاق زیاد بود هر کدوم از ما یه اتاق واسه خودش برداشت. پدرم پرونده منو از مدرسه قبلیم آورد توی همین مدرسه تا درس ما اینجا ادامه بدم. چند وقت گذشت و تا حدی به محیط عادت کرده بودیم، تا اینکه یه شب خواب دیدم مدیر مدرسه اومده بود توی خونه و به هم گفت بیا دنبالم. سر کلاس معلم و شاگردا منتظرتن. منم پشت سرش حرکت کردم تا برم سر کلاس. وقتی از خونه خارج شدیم داشت برف می اومد و رفتیم سمت کلاسا. از پشت پنجره کلاس بچه ها و معلم نگاهمون می کردن و می خندیدن. تا سرمو برگردوندم که جلو پامو ببینم چیز عجیبی دیدم. جای رد پاهای مدیر توی برف خیلی غیر عادی بود. یه جای پای گرد و 2 تیکه. انگار رد پا مال یه حیوان بود، نه مال مدیر. فکرم درگیر رد پای مدیر بود که رسیدم به کلاسا. مدیر در حالی که داشت میرفت بدون این که صورتشو برگردونه با دستش به طرف کلاس اشاره کرد و گفت برو توی کلاس خودتو. به رفتنش ادامه داد. رفتم توی کلاس که دیدم معلم پشت میز و همه شاگردار رو نیمکتاشون نشستن. یه مکس کردم و رفتم توی فکر. با خودم گفتم یعنی چی؟ اون از رد پاهای مدیر و اینم از بچه ها و معلم که تا قبل اومدنم توی کلاس همه پشت پنجره ایستاده بودن و به من و مدیر نگاه میکردن، ولی تا اومدم داخل هیچ کسی پشت پنجره نیست و همه سر جاهاشون نشستن. معلم صداشو بلند کرد و گفت فکر نکن، برو سر جات بشین. یه باشه گفتم و رفتم سر جام. معلم یه گچ برداشت و رفت جلوی تخت سیاه و شروع به نوشتن چیزی کرد. نفر کناریم ازم پرسید محبوبه چرا وقتی داخل اومدی رفتی توی فکر؟ بهش گفتم آخه چیزای دیدم که فکرمو درگیر کرده. کناریم گفت چه چیزای دیدی؟ گفتم مدیر جلوم راه میرفت ولی رد پاهاش توی برف عجیب بود و مثل رد پای آدم نبود. نفر کناریم گفت
حتما پاهاش پاهای آدم نبوده. از حرفش تعجب کردم و ترسیدم. گفتم اگه پاهای آدم نبوده پس پاهای چی بوده؟ نفر کناریم با خنده گفت خب معلومه مثل پاهای من بوده. این حرفا که زد ناخودآگاه برگشتم و به پاهاش نگاه کردم. دیدم پاهاش مثل پاهای گاو و سم داره و پر پشمه. سریع از روی نیمکت بلند شدم و گفتم این چه پاهاییه؟ یه دفعه صدای معلم رو شنیدم که گفت پاهای جنه. با وحشت برگشتم به طرف معلم که دیدم معلم هم پاهاش همون شکلیه. پشت سرش روی تخت سیام نوشته بود مدرسه اجنه. داشتم از ترس و وحشت سکته می کردم و دویدم به طرف در کلاس تا از کلاس برم بیرون. وقتی به در رسیدم و بازش کردم دیدم مدیر بیرون کلاس روبروی در ایستاده. فهمیدم دیگه راه فراری نیست. نشستم روی زمین، سرمو گرفتم و شروع به جیغ زدن کردم. همین موقع متوجه شدم همشون دورم جمع شدن. پاهای سمدار و پرپشمشون رو می دیدم که از خواب پریدم. وقتی بیدار شدم هنوز ترس و وحشتی توی دلم بود و برگشتم تا خواهرم فهیمه رو که کنارم خوابیده بود بیدار کنم. اما قبل اینکه بیدارش کنم گوشه اتاق توی تاریکی یه نور قرمز رنگ عجیبی رو دیدم. اون نور قرمز رنگ توی هوا معلق بود و از اطراف نورای کوچکتری می اومدن و بهش می چسبیدن و باعث می شدن کم کم بزرگتر بشه. یه دفعه بدون این که فکر کنم روی زبونم اسم خدا اومد و شروع به گفتن بسم الله و ولا حول ولا قوت الا بالله کردم. با گفتن این کلمات اون نورای کوچیک دوباره جدا می شدن و می رفتن و نور قرمز کوچیکتر می شد تا جایی که کلن محو شد. اینقدر زیاد ترسیده بودم که شروع به گریه کردم. فهیمه با صدای گریم بیدار شد و گفت محبوبه چت شده؟ چرا داری گریه می کنی؟ تا فهمیدم خواهرم بیدار شده دلم کمی قرص و آروم شد. اما بهش که نگاه کردم دیدم روی چشماش یه عالمه چیزای سفید چسبیده. دستمو بردم و خواستم ببینم چیه. فهیمه گفت چیکار میکنی؟ چرا دستتو توی چشمام میبری؟ سریع بلند شدم و لامپا روشن کردم تا ببینم اون چیزای سفید چیه. ولی همین که لامپا روشن کردم و برگشتم به طرف فهیمه هیچ خبری از اون چیزای سفید نبود. فهیمه گفت محبوبه دیوونه شدی؟ این چه کارایی که تو میکنی؟ اومدم کنارش نشستم و همه چیزو براش تعریف کردم. با خودم فکر نمی کردم فهیمه واقعا حرفامو باور کنه. ولی بعد شنیدن حرفام گفت منم از چند روز پیش چیزایی میبینم که خیلی منو میترسونه. ولی به کسی راجبش حرفی نزدم چون فکر میکردم باورشون نمیشه. از فهیمه پرسیدم تو چی دیدی؟ میشه برام تعریفشون کنی؟ فهیمه گفت دفعه اولی که ترسیدم توی خواب بود. اولین شبی که اومده بودیم اینجا خواب دیدم توی همین اتاق نشستم که دفعه یکی با چادر سیاهی روی سرش از جلوی اتاق رد شد و رفت به طرف پله ها. فکر کردم کی میتونه باشه، واسه همین دنبالش رفتم. وقتی به پله ها رسیدم دیدم از پایین پله ها راهشو کج کرد و رفت سمت دری که به حموم باز میشد. بعدشم در رو باز کرد و رفت داخل. منم دنبالش از پله ها پایین اومدم و رفتم توی حموم. راهرو حموم تاریک بود. به آخر راهرو نگاهی کردم. دیدم نور ضعیفی از پشت پرده آخر راهرو معلوم میشه. یواش یواش رفتم به آخر راهرو، پرده رو کنار زدم. دیدم اون که چادر سیاه سرش بود یه فانوس نفتی تو دستشو ایستاده وسط راهرو به روبروش خیره شده. از پرده رد شدم و رفتم پشت سرش ایستادم. صدامو بلند کردم و گفتم تو کی هستی؟ اونم برگشت به طرف من. یه پیرزن با صورت لاغر و پر چروک بود. صورتش جوری آویزون بود که انگار میخواست بیفته. اون پیرزن زیر نور فانوس خیلی ترسناک بود.
تا خواستم کاری بکنم به هم حمله ور شد و من از خواب بیدار شدم. از فهیمه پرسیدم دفعه بعدم توی خواب ترسیدی؟ فهیمه گفت نه، توی بیداری ترسیدم. ازش خواستم تا اون چیزی که توی بیداری دیده رو برام تعریف کنه. فهیمه گفت چند روز بعد اون خواب رفتم تا توی مدرسه یه دوری بزنم و اطراف رو ببینم. در حالی که هنسفری توی گوشام بود و آهنگ گوش می دادم، رفتم پشت کلاسا که چیزی نظرم رو جلب کرد. یکی پشت پنجره ایستاده بود و داشت نگاه هم می کرد. سریع هنسفری ها را از گوشم در آوردم و با دقت بهش خیره شدم تا ببینم کیه. چون نزدیک غروب آفتاب بود، نور روی شیشه میخورد و نمیذاشت کسی که پشت پنجره ایستاده رو خوب ببینم. مجبور شدم یکم جلوتر برم تا بتونم ببینمش، اما وقتی دیدمش پا به فرار گذاشتم و تا وقتی به خونه رسیدم از ترس نزدیک بود سکته کنم، چون فکر میکردم هر لحظه از پشت سر منو بگیره. از فهیمه پرسیدم مگه چه شکلی بود؟ فهیمه یکم سکوت کرد و بعد گفت شبیه آدمیزاد بود، ولی پوستش قرمز بود و شاخهای کوچیکی روی سرش داشت و به شدت ترسناک بود. تجربه هامون یه چیزی رو به همون ثابت میکرد، اونم این بود که اینجا جن داره. اون شب هر چقدر ترسناک بود گذشت، ولی ما از آینده بیخبر بودیم و نمیدونستیم که چه چیزایی توی حموم و مدرسه قدیمی منتظرمونه. قسمت یک این داستان تموم شد و به زودی ادامه داستان سرایدار و اجنه رو براتون توی کانال میذارم تا ازش لذت ببرید. لایک و کامنت یادتون نره که باعث پیشرفت کانالمونه. دوستانی که تازه با کانال آشنا شدین عضو کانال بشید و زنگوله رو فعال کنید تا داستانهای جدیدمون رو از دست ندید. همه شما خوبان رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. خدا نگهدارتون.